سر از 15 اپریل در روسیه و به ویژه در شهر مسکو کرانتین شدت گرفت و هر نفری که بیرون میبراید باید گذرنامه و یا پروپوست داشته باشد. در ساعت‌های اولی جاری کردن رژیم تنبشوی بزرگ ماشین ها در درآمدگاه های شهر مسکو و نوبت پایی مسافران در نزد ایستگاه های مترو به وجود آمد. سرگئی سبیانین میر شهر مسکو از کارمندان پلیس درخواست کرد که گذرنامه های ساکنان را انتخاباً سنجند، نه سراسری، چون نوبت پایی به وجود نآید که می تواند باعث بیشتر گسترش یافتن ویروس شود. حکومت روسیه برای شهروندانش که در خانه نشستند معاش و یاری‌های دیگری مالیوی وعده کرده است، اما مهاجران کره تاجیک از این گونه کمک‌ها برخوردار نیستند. بنابر تشدید یافتن تدبیرهای پیشگیری از ویروس، همکاری خود را از دست دادند و قسمی از جای زیست محروم شدند، زیرا اجاره دهندگان آنها را از پرداخت اجاره و دولت از پرداختن پول پتنت آزاد نکردند. در یک نواره که مهاجران از شهر مسکو فرستادند، آنها شرایط بود و باش خود را در چنین وضعیت تصویر کردند. ما در یک خوابگاه زندگی میکنیم. خوابگاه به سبب سوم نبودن، جای کار نبودن، ای خوابگاه سرمون کردن. حاضر در یک کوارتیر اجاره گرفتگیم، کوارتیر شتگیم. همین کوارتیر هم پدوافروسه. حاضر در بیرون در همین مسکو وضعیت بزیبای برآمده نمیشود. جای کار استرویکا در کار میکردیم و سبب پروپوست نبودن استرویکا را محکم کردن. در همین حال حامیان حقوق در مسکو برای مهاجرانی که برای به کوچه برآمدن احتیاج دارند در گرفتن گذرنامه و یا QR کد یاری میرسانند. اکثریت برای ما زنگ میزنند و از ما کمک طلب میکنند و یا اینکه به بعضی مهاجران بیمار هم هستن، ما به بیمارخانه ها زنگ میزنیم یا اینکه رفته در همون بیمارخانه ها اونها رو با عیادت اونها به بیمارخانه ها میرویم، یا اینکه بسیار از مهاجران زنگ میزنن که ما با کارفرمای اونها یعنی صحبت کنیم که تو اینکه برای اونها یک مقدار اوانس دیان، یا اینکه با صاحب خانه شون صحبت کنیم تو اینکه همین پول اجاره همین خانه هایشون رو بعدتر سپارن. در شرایط خروج کرونا ویروس در روسیه و پیش آمدن بحران، قسمی از مهاجران منتظر باز شدن راه‌ها هستند، چون می‌خواهند به تاجیکستان بازگردند. مسئله بازگردان شهروندان از روسیه به تاجیکستان در گفتگوی تلفنی نخست وزیران دو کشور قاهر رسولزاده و سرگئی میشوستین مطرح شده بود، اما نتیجه این بررسی‌ها هنوز معلوم نیست. مقامات تاجیکستان میگویند تا 1 می مسئله تشکیل پروازها به روسیه اصلا مطرح نیست.